هر لذت دنیا باز بعد از اون یک بار استفادهش دیگه خستگی بسیار کلان در پشتش داره. مثلا شراب دوایل حال آدم نشون میکنه، اما خود شراب خیلی خستگی کلان داره. زنا دوایل حال لذت داره، اما در آخرش خیلی باز پشیمانی داره و خیلی بالاخره خستگی خود داره. مثل که ما و شما یک آهنگ دو دفعه سر به سر شنیده نمیتونه، بالاخره میرخم یک لباس یک هفته سر به سر پوشیده نمیتونه، یک جزار سه وقت سر به سر خورده نمیتونه. اما تنها خداست که ما شما هر بار یادش کنیم لذت میبریم و کیف میکنیم و هر دفعه که لا اله الا الله بگوییم که افضل ذکرها هم نیست، خیلی لذت میبریم و کیف میکنیم. پس خیلی خدا را سپاسگزار هستیم که ما را در دایره حق و حقیقت و در دایره لا اله الا الله خلق ما میکنه، بدون در نظر داشت کدام عبادت. ما شما کدام عبادت نکرده بودیم که ما شما را خدا مسلمان خلق کنه و اون کافران کدام گناه نکرده بودن که ما را خدا کافر خلق کنه. پس تنها از لطف خدای متعال ما شما از این امتیاز برخوردار شدیم. باید همیشه از خدا سپاسگزار باشیم.